من دکتر نوید خپلواک هستم. بحث امروز ما خیلی مهم و مفید است. دیسبایوسیس یا عدم تعادل میکروب های نورمال، imbalanced gut microbiome. اگر خبر داشته باشین در جهاز هاضمه، خصوصا در امعای کوچک و بزرگ ما یا در گت، میلیون ها و تریلیون ها میکروب های نورمال موجود است یا باکتریا های نورمال موجود است که به نام گت فلورا هم یاد میشه. گت فلورا در بعضی از کتاب های صحی به نام نارمال فلورا هم یاد شده. نارمال فلورا و نامی که بیشتر شهرت داره گت مایکروبیوتم. گت مایکروبیوتم. خب، میلیون ها و تریلیون ها میکروب های نورمال موجود است که در آخرین ضوابط صحی این میکروب های نورمال به حیث جزء از ارگان بدن ارگان آف بادی تلقی می کند. یعنی این میکروب های نورمال در جهاز هاضمه برای صحت و سلامت ما خیلی کمک داره. روزانه با عده کثیر از مریضای روبرو میشم که شکایت از خستگی مزمن دارند. خستگی مزمن. خب، در پهلوی خستگی مزمن مشکلات در هضم و جذب مواد غذایی دارند. خب، میخورن همه چیزه ولی وزن نمیگیرن، با چندین لقمه سیر میشن، مشکلات در دفع مواد غایطه دارن، تشناب میره ولی خالی نمیشه. اکثریتشان عدم تحمل غذایی دارن. عدم تحمل غذایی چی معنا؟ یعنی خوب گرسنه است اما با چندین لقمه سیر میشه و احساس دمش و پوندیدن در قسمت فوقانی شکم به وجود میاد، گاز و نفخ و باد و غر و غر. همچنان دردهای تیت عضلاتی و گرم آمدن وجود. اینا از جمله علائمی است که در دیسبایوسیس به وجود میاد. دیسبایوسیس عدم تعادل امی میکروب های نورمال در جهاز هاضمه است. اکثرا مریضای مبتلا به دیسبایوسیس باد و قبض و غرغور شکم دارن، زود تخلیه نمیشن، غذا روی دلشان جمع میشه، گاهی اوقات فکر میکنن چیزی در گلونشان بند مانده، وجودشان گرم میایه. با این همه قهر و غصه و تشویش و اضطراب، گاه خوش گاه بدون دلیل خفگان، هم از اینا موجود است و خود از اینا به اصطلاح باور دارن که مبتلا به تکلیف معده یا استمک است و بعد انبار از آنتی بیوتیک ها را استفاده میکنه و بیخبر از این که همین آنتی بیوتیک ها علت اساسی دیسبایوسیس است. اگر باریکی را متوجه باشیم، موجودیت این علائم سبب میشه که مریض نزد دکتر مراجعه بکنه و دکتر هم این وضعیت متاسفانه در اکثریت موارد که ما متوجه شدیم به نام اچ پایلوری مسما ساخته و 10,000 و 20,000 میلی گرم آنتی بیوتیک در کمترین مدت به مریض تجویز میکنه که قطعا غلط است و دوام همین آنتی بیوتیک ها میکروب های نورمال یا گت فلورا یا گت مایکروبیوتم از بین میبره و در شدت تکلیف یعنی خستگی مزمن، مشکلات در هضم و جذب مواد غذایی، میخوریم دمش میکنه میده، هضم درست نداریم، آب ترش و تلخ به دهن ما گاه اوقات میایه، منگ روی زبان موجود است، غر و غور شکمی داریم. همه از این علائم شدت میبخشه. میایم مفصل روی همین مورد گپ میزنیم که دیسبایوسیس چگونه به وجود میایه، علتهای اساسی دیسبایوسیس چیست. خب، قبل از مطالعه علتهای اساسی میریم به وظایف اساسی میکروب های نورمال. functions of gut microbiome. چرا میکروب نورمال در جهاز هاضمه ما موجود است و چگونه ازش مواظبت کنیم؟ خب، از جمله وظایف اساسی که میکروب های نورمال در دستگاه هاضمه داره digestion یا هضم و absorption جذب مواد غذایی است. خب،
در هضم و جذب مواد غذایی اکثرا ما مواد میخوریم که در مواد غذایی ما نشایسته باب یا ستارچ موجود است، پروتین های کمپلکس و مغلق موجود است، همچنان شحمیات موجود است که باید قبل از جذب هضم شود و بعد آماده جذب بگرده. این ستارچ ها بالاخره توسط امی میکروب های نورمال به گلوکوز ها تبدیل میشه یا قندهای یک قیمته و بعد قابلیت جذب داره. همچنان پروتین ها اول باید به امینو اسید تبدیل شود و بعد قابلیت جذب پیدا میکنه. لیپید یا شحمیات باید به فتی اسیدز تبدیل شود بعد قابلیت جذب پیدا میکنه. این تغییر و تبدیل در مواد غذایی موجود در دستگاه هضم توسط همین میکروب های نورمال به وجود میاد. هر زمانی که کم شد هضم و جذب مواد غذایی صورت نمیگیره و نتیجه میشه ویت لاس یا از باختن وزن. اگر متوجه شده باشیم اکثریت مریضا میخورن، همه چیز اشتها دارن، بیشتر هم دنبال خورد و نوش هستن، ولی در آخر نتیجه اساسی نگرفتن وزن است. اینا کسایی هستن که با تکلیف دیسبایوسیس یا عدم تعادل میکروب های نورمال و عدم تنوع میکروب های نورمال مواجه شدن. وظیفه دوم و وظیفه اساسی تر دیگه که جهاز میکروب های نورمال در جهاز هاضمه داره سلامت صحت مغز و صحت روانی است. brain health و psychological well-being. brain health و psychological well-being چی معنا؟ ببینین در جهاز هاضمه خصوصا در روده های بزرگ ما یا امعای بزرگ ما عده کثیر از این میکروب ها موجود است و از جمله وظایفش تولید یک نیوروترانسمیتر به نام سراتونین. سراتونین اکثرا به نام هورمون خوشی هم یاد میکنه. از جمله مواد مفید زیاده که توسط میکروب های نورمال تولید میشه، یکیش سراتونین یا هورمون خوشی است. این هورمون خوشی در جهاز هاضمه تولید شد و بعد توسط حجرات عصبی به نام نیورون سیگنال سازی میکنه به مغز و بالاخره سبب خوشی میگرده. مود سوینگ به وجود میاره. مود سوینگ، اگر خفه باشیم مود ما سوینگ میکنه، خوش میشیم. درست همین سبب است به نام هورمون خوشی یاد میشه. اگر استفاده بیش از حد آنتی بیوتیک داریم، میکروب های نورمال از بین رفت، تکلیف دیسبایوسیس به وجود آمد، در اون صورت سراتونین یا این هورمون خوشی تولید نمیشه یا کم تولید میشه و در نتیجه قهر، غصه، تشویش و اضطراب به وجود میاد. همین است که میکروب های نورمال مستقیما با صحت مغز و صحت روانی ما ارتباط داره. این شد وظیفه یک و این هم وظیفه دوم. وظیفه سوم و اساسی تر دیگه که به عهده میکروب های نورمال دستگاه هاضمه است عبارت از ایمیون رگولیشن. ایمیون رگولیشن چی؟ در مستقیما در دفاع بدن در مقابل هر نوع حمله کننده سهیم است. اول برای دفاع از وجود باید چی داشته باشیم؟ خب یک فوج منظم و قوی. اینا در ساخت و ساز در ساخت و ساز حجرات سیستم دفاعی خیلی رول مهم داره. development of immune cells. اگر کدام اجنبی داخل جهاز هاضمه یا داخل بدن ما میشه، اتومات میکروب های نورمال به مغز خبر میته، مغز هم به سیستم دفاعی خبر میته که سبب تولید حجرات جنگنده تی سلز یا حجرات تی بی سلز، NK سلز یا نچرال کلر سلز. اینا حجرات هستن که بعد از تنبیه مغزی توسط سیستم دفاعی تولید شده و می جنگه در بنیابت بدن ما. regulation of immune response وظیفه خیلی مهمه دیگه است. regulation of immune response چی معنا داره؟ باید سیستم دفاعی ما بین میکروب های نورمال یا حوادث نورمال و غیر نورمال فرق کنه. اونایی که غیر نورمال است اونا را باید تحت حمله قرار بده، یعنی prevention of autoimmune response. سیستم دفاعی ما سر به خود باید
به ضد میکروب ها، به ضد اجنبی ها عمل نکنه. باید یک سرقمندانی موجود باشه که از اون جهت حداقل اینا فرمان بگیره. سربخودی یا prevention of autoimmune response میکروب های نورمال است که سبب جلوگیری از حوادث خود ایمنی ما میگرده. و همچنان protection against infections، protection یا حفاظت بدن در مقابل التهاب و عفونت ها مثل باکتریا و ویروس و فنگای و هم از اینا. خب از جمله وظایف اساسی که میکروب های نورمال جهاز هاضمه به عهده داره یا گت مایکروبیوتم یا گت فلورا یا نارمال فلورا، از جمله وظایف اساسی جذب و هضم مواد غذایی، صحت روانی ما، صحت مغز ماست و سیستم دفاعی. همچنان این میکروب ها در تولید بعض مواد خیلی عالی در بدن رول داره. مثلا اسیتایل کولین یک نیوروترانسمیتر است. نیوروترانسمیتر مواد است که در یک جا تولید شده، بعد توسط حجرات مغزی یا نیورون جذب شده و سبب انتقال انگیزه از محیط به مغز و از مغز به محیط میگرده. اسیتایل کولین سبب تقلص حجرات میگرده، کانترکشن به وجود میاره، کانترکشنز. توسط میکروب های نورمال تولید میشه. قسمی که قبلا گفتیم سراتونین هورمون نورمال هم توسط هورمون خوشی هم توسط میکروب های نورمال ترشح میشه. بیوتایریت آنتی اکسیدنت است. همچنان پروپایونیت، اینا مواد خیلی مهم و خیلی عالی بر بدن است که توسط همین میکروب های نورمال تولید میشه. لکتیت انزیم خیلی مهم است. همچنان بعضی از ویتامین ها مثل ویتامین K که در سلامت جریان خون همراه ما توسط همین میکروب های نورمال تولید میشه. بیشتر از ویتامین ها مثل ویتامین B1 B2 B6 و B12 توسط میکروب های نورمال در بدن تولید میگرده. همچنان بایوتن امو ویتامین است که نبودنش سبب موی ریزی میگرده، کل میشه بالاخره. تولیدش توسط همین میکروب های نورمال یا گت مایکروبیوتم صورت میگیره. در صورتی که بیش از حد بی مورد انتی بیوتیک میخوریم بالاخره بایوتن تولید نمیشه و در مدت زمان زیاده بالاخره سبب کل شدن سر ما میگردد. به هر حال اینا وظایف اساسی بودن که توسط میکروب های نورمال در جهاز هاضمه ایفا میشه روزانه. نبود میکروب های نورمال سبب خستگی مزمن، مشکلات در هضم مواد، سوء هاضمه، غر و غور شکم، نفخ و باد و اینان میگرده. خب باریکی که در اینجا موجود است، اکثرا مریضا بر معالجه ای وضعیت ناخبر از ای که چی بلای بد انتی بیوتیک به سرشان میاره، انتی بایوتیکس استفاده کردن یا سر به خود یا به تجویز دکتر. انتی یعنی ضد، بایوتیکس میکروب ها. ما قرص ها و داروهای ضد میکروب استفاده کردیم. اگر کدام میکروب مضر چون اچ پایلوری و جاردیا و باکتریا ها موجود نبود، بالاخره امی داروهای ضد میکروب یا دواهای ضد میکروب آمد و مایکروبیوتم یا میکروب های نورمال ما را کم ساخت، از بین برد و یا بی فعالیت ساخت. در نتیجه دیسبایوسیس یا عدم تعادل میکروب های نورمال به وجود آمد. دومین علتی که سبب دیسبایوسیس میگرده عبارت از استرس، قهر، تشویش، اضطراب، تنشن، دیپرشن یا افسردگی، انگزایتی، ترس و بیم.
همه از اینا فاکتورهایی است که بالای سیستم عصبی مرکزی یا برین یا CNS فشار میاره. سیستم عصبی مرکزی هم جهاز هاضمه را کنترل نمیکنه و در نتیجه یک عدم تعادل در ارتباط بین مغز و جهاز هاضمه به وجود میاد و انجامش هم چی است؟ بالاخره کمبود میکروب های نرمال، بی فعالیت بودن میکروب های نرمال و بی خاصیت بودن میکروب های نرمال که نتیجه باز هم معکوس است و هضم و جذب مواد غذایی به چالش میفته. علت دیگه انفکشنز یا عفونت هاست، خصوصا عفونت توسط باکتریای به نام ای کولای، عفونت به توسط پارازیت ها، کرم های کدودانه، اسکاریس ها، اینا همش عفونت در جهاز هاضمه به وجود میاره و در نتیجه میکروب های نرمال کم میشه. میکروب خیلی مشهوره که اچ پایلوری نام داره، اگر تثبیت شد بعد از او باید آنتی بیوتیک بخوریم. تا که تثبیت نشده مثبت در یک ورق است. مثبت بودن هیچ وقت هم به معنای مریض بودن نیست. باید اسباب اساسی برای تشخیص اچ پایلوری را به کار ببریم. بعد از او برای 7 روز only 7 days، غیر از 7 روز آنتی بیوتیک بیشتر استفاده نکنیم که دوامش دسبایوسیس، امراض مدهش و کشنده دیگه را به وجود میاره. خب علت اساسی دیگه انفلمیشن یا التهابات است. خب اگر ما در دستگاه هاضمه خود مثلا در روده تکلیف به نام السراتیو کولایتس یا کولایتس زخمی داریم، یا تکلیف به نام کرونز دیزیز داریم، کرونز دیزیز یا بیماری کرون، و یا در جهاز هاضمه سرطان ها داریم، مالگننسی، همه از اینا تغییر در ساختمان به وجود میاره. تغییر در ساختمان جهاز هاضمه، خصوصا تغییر در ساختمان روده. خب او تغییر چی است؟ تغییر تخریش است یا السر است یا زخم است و سبب کاهش میکروب های نرمال میگرده. کاهش میکروب های نرمال کم میگردد. درست؟ وقتی میکروب های نرمال کم گشت، وظایفش به صورت اساسی انجام نمیشه. غر و غر، باد شکم، آسوی هاضمه، قهر و غصه، سردردی، سرگیچی، حتی در کسایی که چاق هستند سوزش کف پا و اختلال در خواب به وجود میاد. همه از اینا علت هایی هستند که میتونه ما را مبتلا به دسبایوسیس بسازه. باید با خبر باشیم که تکلیف معده نیست و به هیچ عنوان دوای معده را در تو وقت موقعی باید استفاده نکنیم. آخرین علت که باید روش گپ بزنیم برای بروز دسبایوسیس، لایف استایل، طرز و نوع زندگی است. بخو، بنوش، خوکو، جهاز هاضمه را تحت فشار بیار. غذاهایی که فاست فود هستن، غذاهایی که پروسس شده و نگهداری شده، اگر اونا را میخوریم بالاخره به تکلیف دسبایوسیس مبتلا میشیم. sedentary lifestyle یعنی بخو، بنوش، بخواب. بدون اکسرسایز، بدون ورزش، حرکت در جهاز هاضمه به وجود نمیآید و این دسموتیلیتی مکانیک میتونه در دراز مدت سبب دسبایوسیس بگرده. برای معالجه همو اصطلاح را به کار میبریم که وقایه بهتر از معالجه است. اگر آنتی بیوتیک استفاده میکنیم باید توقف بکنه. استرس داریم، برای برطرفی دسبایوسیس استرس باید معالجه بکنیم. از دواهای آنتی دپرسنت ضد استرس باید استفاده بکنیم. همچنان انفکشن، عفونت ها اگر موجود است در او صورت به دواهای ضد عفونی باید مراجعه بکنیم. به میتودها و ادویجات خانوادگی که حیثیت ضد عفونی را داره باید استفاده بکنیم. در معالجه یا استفاده دواها گزینی خوبه که نزد ما به حیث دکتر موجود است پروبایوتیکس. پروبایوتیکس هم به شکل کپسول موجود است، هم به شکل ساشت یا پاودر موجود است و هم به شکل طبیعی در خانه های ما شما موجود است. چی یوگرت یا ماست غذاهای فرمنت یا نگهداری شده از شیر نگاه میکنیم و بالاخره تبدیل به ماست میشه. در بینش میلیون ها یا میلیاردهای از میکروب های نرمال است. همین ماست اگر ما شما تحت میکروسکوپ میبینیم غش میکنه می میکروب های نرمال در داخلشان.
برای تکلیف دیسبایوسیس بهترین علاج خوردن ماست است و استفاده از کپسول های پروبیوتیک. همچنان بعض مواد به نام پری بایوتیکس یاد میشن، در اینجا نوشته میکنم پری بایوتیکس. یکی پروبیوتیک است، پروبیوتیکس، یکی پری بایوتیکس است. پری بایوتیکس بیشتر در فایبرهای موجود است که قابلیت جذب نداره. مثلا کدام ها؟ مثلا فایبرهای موجود در گارلیک، در سیر، فایبرهای موجود در بنانا، در کیله. اینا میکروب های خیلی عالی یا غذا برای میکروب های نورمال فراهم میکنه. غذا برای میکروب های نورمال. خب استفاده نکردن از آنتیبیوتیک صحت و سلامت تمام وجود، خصوصا جهاز هاضمه، بالخصوص میکروب های نورمال ما را فراهم میسازد. امید که مثمر واقع شده باشه.